موضوع خوابه که هم من خیلی باش درگیرم، هم یاسمن، هم تو. آقا ما خواب شبمون رو نداریم، دیر میخوابیم، صبح کسل بیدار میشیم، وقتی بیدار میشیم انگار ما رو زدن. من این مدلی هم این تخته یه استراب و استرسی رو از من میگیره که من تو طول روز دیگه حملش نمیکنم. من اینجا با تو روبروی تو وای میستم، چون یه سری چیزها آکادمی ان، علمی ان، تو نمیتونی بگی چیز علمی اشتباهه. چرا؟ من میگم اشتباه. من این روی کردو ندارم. علمو بذارش 50-50 اصلا بالاتر از این بری من باهات میجنگم. ما شاید فکر میکنیم اگر خوابمون درست باشه از زندگیمون لذت میبریم. شاید بهتر باشه از خوابمون لذت ببریم. حالا یه بخشیش که میشه اون روتین و لایف استایل غذایی که آقا مثلا تو ویتامیناتو بخوری، غذای سالم داشته باشی، اینا همه به هم رو هم دیگه تاثیر میذاره. هیچ گله گوسفندی ها نمیشه با یه چوب.